توی ویدیو امروز میخوایم بریم 8 از هزینه‌های اشتباه رو بررسی کنیم. بریم که ببینیم. مورد اول دنبال کردن فست فشنه. فست فشن چیه؟ لباس‌های ارزون و مد روز. خرید این نوع لباس‌ها اشتباهه. چرا؟ این دو تا جنبه داره. جنبه اولش اینه که خب شما نگاه کنید داریم میگیم لباس‌های ارزون و از اون طرف مد روز. شما وقتی لباس می‌خرین خب طبیعتا اگه ثروت بی‌نهایت نداشته باشین نمیخواین لباس رو یه بار فقط بپوشین، یه لباسی میخواین داشته باشین که بتونین بارها ازش استفاده کنین. خب این خودش هم دوباره دو تا ویژگی باید داشته باشه. یکی این که باید کیفیت خوبی داشته باشه که بتونین به مرور زمان ازش استفاده کنین، که اینم حالا توی ویدیو دیگه در مورد که چیزایی که براش هزینه بیشتر اگه انجام بدین براتون به صفحه تر صحبت میکنم. اینکه لباس جزء مواردی هستش که شما اگه تا یه حدی هزینه بیشتری براش پرداخت بکنی اتفاقا براتون صرفه‌جویی بیشتری داره توی طولانی مدت. بیشتر باید بهش نگاه سرمایه‌گذاری داشته باشین تا نگاه هزینه‌ای. یکم موارد دیگه که تو ویدیو میخوام در موردش صحبت کنم همین اینه. و اینکه خب داشتیم میگفتیم یکی باید علاوه کیفیت بالایی داشته باشه، این یعنی که قیمتش نمیتونه ارزون باشه. جنس خوب قیمت ارزون طبیعتا نداره، طبیعتا ارزونی بی دلیل نیست. مورد دومی که میگه فست فشن مد روزه، یعنی که فردا مد تغییر میکنه و اینکه اگه لباس دیروز رو شما فردا بپوشین هم ممکنه مسخره‌تون کنه. و توی خرید لباس همونطوری گفتم باید دیده به طولانی مدت داشته باشین و لباس‌هایی رو انتخاب کنین که هم کیفیت داشته باشن هم از لحاظ استایل حالا نمیگیم تایملس یه اصطلاحی که برای یه سری لباس‌ها استفاده می‌کنن که شما هر وقت همیشه میتونین بپوشین و همیشه شیک هستن. ولی خب طبیعتاً لباس‌هایی داشته باشین که حداقل تا 1 سال 2 سال 3 سال بدونین که اون شیک و اون ظاهر خودشون رو حفظ میکنن. مورد دوم خوردن نوشیدنی های حاوی قهوه لاکچری هستش. اینه که قبلا ما ایرانی فقط چای میخوردیم ولی خب به مرور زمان داریم میبینیم که قهوه هم داره جای خودش رو توی روتین روزانه ما جا میکنه. اینکه هر روز داریم میبینیم مصرف افراد چه لحاظ حجمی چه لحاظ کلا اجتماعمون داره نسبت به دیروز هی بیشتر و بیشتر میشه و داریم سمت این میریم که داره وارد روتین روزانه هر کدوم از ما میشه. ولی این رو باید در نظر بگیم که همین هزینه‌هایی که تو ذهن خودمون میگیم کوچیکه، نه بابا این چیزی نیست، این هزینه‌ای نداره، این مبلغی نیست، اگه جمع کنیم در ماه، چون داریم مصرف روزانه‌مون تقریبا میشه دیگه، در ماه جمع کنیم میبینی که مثلا داریم ماهی فلان قد توی کافی شاپ برای قهوه خزینه میکنی و فقط هم قهوه نیست دیگه، میشینی قهوه میخوری، یه چیز دیگه هم کنارش میگیری، بعد ممکنه وقت غذا باشه دوباره یه چیزی هم سفارش بدیم اونور و همینجوری هی اینا زیاد میشه. من پیشنهادم اینه که اگه هم قهوه دوست دارین این کارو مثلا میتونین شما با یه قهوه ساز یا یه دونه موکوپاد یا یه دونه ظرف جوش حالا قهوه ترک درست کردن، اینا هزینه‌شو به مراتب کمتر کنید. چه همین که هزینه درست کردن لازم نیست براش بدین توی کافی شاپ ها، همین که خب کیفیت خودتون میتونید تنظیم کنین، درصدشو خیلی جاها خیلی وقتا شما می کافه مختلف درصد قهوه‌شو شما بهتون نمیگن که چند درصد میخوان چی میخوان، ولی خودتون میتونید تو خونه انجام بدین و از اون طرف هم در کنارش چیز دیگه‌ای ترغیب نمیشین یا تحریک نمیشین که بخواید مصرف کنید یا سفارش بدید. مورد سوم خریدهایی که از روی هوس‌های آنی هستن. هوس‌های آنی چیه؟ اینه که شما اینو همیشه پیشنهاد میکنن، اصلا فکر کنم یه قانونی هم برای این موضوع هستش که میگه شما هر وقت چیزی میخوای بخری 24 ساعت صبر کن. خیلی وقتا اصلا ما یه چیزی میبینیم فقط تو اون لحظه دلمون میخواد داشته باشیم، مثلا مثل یه گجتی یا اصلا هر چیزی که ما معمولا خریده آنلاینمون اینطوریه. خیلی اصلا ممکنه لباس باشه، حتی هر چیزی ممکنه باشه. خیلی وقتا از سایت مثل دیجیکالا و اینا یهو یه چیزی می‌خوایم و هوس می‌کنیم بخریم و می‌خریم، ولی اگه 24 ساعت صبر کنیم می‌بینیم نه واقعا هم به اون چیز نیاز نداریم و اونقدر هم بهش علاقه نداریم. اینطوری باعث میشه که هزینه الکی براش نکنیم. خیلی وقتا هستش ما خیلی چیزا رو می‌خریم ولی وقتی به دستمون میرسه اون استفاده‌ای که باید ازش نداریم
و میبینیم که خب صرفا فقط یه هوس بوده، یه حس بوده که اون لحظه داشتیم. پس اینو حتما توجه داشته باشین که هر خریدی میخواین انجام بدین، مخصوصا خریدای آنلاین، چون توی خرید حضوری آدم باز کنترل داره که چه چیزایی میخواد. خرید آنلاین همینجوری اضافه کردن به سبد خرید انجام میدین و یهو مثلا 10 تا چیز 20 تا چیز میتونین بخرید. اینو حتما توجه بکنین که 24 ساعت حتما قبلش صبر بکنین. اگه چیز فوری نباشه که بهش نیاز داشته باشین 24 ساعت صبر کنین ببینیم واقعا به اون چیز علاقه دارین، واقعا بهش نیاز دارین یا نه. مورد چهارم و یه چیزی که خیلی بامزه است، من براتون بعد داستانش هم تعریف کنم، داشتن ممبرشیپ یا عضویت‌های باشگاه هستش که ازش استفاده نمی‌کنیم. خب شاید برای بعضی این موضوع عجیب بیاد، ولی من چند وقت پیش داشتم یه نمونهش خود من داشتم با مربی باشگاه صحبت می‌کردم در مورد این موضوع، در مورد ثبت نام. یه چشم به لیست ثبت نام افتاد، گفتم ولی مثلا آقا فلانی این تعداد اسمی که این ماه ثبت نام کردم مطمئنین برای این ماهه؟ مطمئنین این افراد ثبت نام کردن؟ چون باشگاه اونقدر شلوغ نمیشه، مثلا احساس نمی‌کنم که این تعداد باشن. گفت آره اصلا کلا همیشه همینطوریه. گفت من توی این 10 سال 20 سالی که باشگاه رو داشتم همیشه هر ماه اینطوری بوده، مخصوصا موقع نزدیکای عید بیشتر میشه، یا یه سری مراسم‌های خاص که افراد مثلا دنبال ظاهرشون هستن. میگفت این موضوع بیشتر میشه که افراد میان ثبت نام میکنن ولی نمیان، مثلا ثبت نام میکنن یه روز دو روز تهش مثلا 5 روز تو کل ماه میان و دیگه نمیان. و این موضوع همیشه بوده و هست و برام خیلی جالب بود اینکه خب خیلی از افراد هستن، خیلی وقت خود منم یا خود ما هم این حس برامون ایجاد میشه که حس نیاز داریم برای ثبت نام باشگاه، ولی وقتی میریم ثبت نام کنیم دیگه حس نیاز برطرف میشه، دیگه خود دیگه نمیریم دنبالش. و اینو باید در نظر داشته باشیم که این کارو، این عادت رو داریم و این کارو انجام میدیم، این موضوع باید برطرف شه و این هزینه اضافی هستش که داریم الکی انجام میدیم دیگه. اگه واقعا میخوایم بریم ثبت نام کنیم که باشگاه بریم خیلی هم عالی. اتفاقا جزء سرمایه‌گذاری هایی هستش که رو خودمونه و پیشنهاد میشه که همه افراد یه نوع فعالیت، یه ورزش فیزیکی در طول روز انجام بدن. ولی اگه نه که عضویت باشگاهی که فقط بگیریم و نریم هیچ فایده‌ای نداره. مورد پنجم همیشه غذای بیرون خوردن هستش. اینکه خب ما اگه درآمد نامحدودی نداریم و اینکه درآمدهای خیلی بالایی نداریم، اینو باید در نظر داشته باشیم که غذا بیرون خوردن حتی با اینکه ممکن رو روحیه‌تون تاثیر بذاره، خیلی وقتا همینو به خودمون میگیم دیگه، چیزایی که تو ذهن خودمون رو تو ناخودآگاه و خودآگاه خودمون میذاره اینه که خب من اینو از لحاظ روانی نیاز دارم، الان خستم غذا درست نمی‌کنم و خیلی هم موارد دیگه به خودمون میگیم. ولی اتفاقا تغذیه جزو یکی از بیشترین مبلغ‌های هزینه‌های، جزو یکی از مبالغی هستش که اگه شما بیاین هزینه‌اش رو در طول ماه حساب کنین میبینید جزو اون موارد بالا هستش، اون هزینه‌های بالا، مبلغ بالایی هستش که ما داریم انجام میدیم. اینو باید در نظر داشته باشید که بتونین بر اساس لایف استایل، اون درآمدی که دارین و اون لایف استایلی که مناسب درآمدتون هستش اینو تنظیم کنین که چقدر مثلا یه عددی رو بر خودتون مشخص کنین. آقا مثلا در هفته یه روزشو میتونم برم بیرون غذا بخورم، یا مثلا 5 وعدهشو میتونم برم بیرون غذا بخورم، حتی مثلا اون 10 وعدهش هم بیرون غذا بخورم، ولی این عددش مشخص باشه و همیشه هر وعده نباشه. مورد ششم خرید محصولاتی هستش که صرفا داریم از اسم برندشون خرید میکنیم. یعنی ما یه برندی رو میشنویم و میریم میگیم ما این برند رو میخوایم. این در صورتی که این ذهنیت اشتباهی هستش. ما باید به این توجه بکنیم که اون مدلی که میخوایم چه ویژگی هایی داره و اون انتظاراتی که ما از اون دستگاه و اون لباس یا اصلا اون جنس میخوایم و برطرف میکنه یا نه. خیلی وقتا من میگم دنبال برند نباشیم، اما که باید اصلا برندی که همه چیزش خوب باشه وجود نداره. یعنی اصلا تو همه برندهای دنیا همینه. باید ببینیم که اون محصول دقیقی که میخواین اون نیازها و اون احتیاجاتتون برطرف میکنه یا نه. مورد دوم اینه که همیشه گارانتی اولویت داره به اسم برند. اینو حتما
توی خریداتون توجه داشته باشین که توی طولانی مدت تاثیرات زیاد میذاره. خیلی وقت دستگاه اشتباه رو میگیرین، دستگاهی که میگیرین انتظاراتتون رو برطرف نمیکنه، احتیاجاتتون رو برطرف نمیکنه، یه سری خرابی ها داره که شما رفتین همینجوری میگین خب این برند مثلا آلمانی دیگه نباید مشکلی داشته باشه، ولی با توجه به اون استفاده‌ای که شما میکنین ممکنه که اون خروجی رو نداشته باشین، یه سری مشکلات براتون ایجاد بشه، یه سری هزینه هایی که اصلا حساب نکردین براتون به وجود بیاره و اینا همه باید براش برنامه داشته باشیم و اینا در نظر گرفته باشیم. مورد هفتم و اشتباهی که من یه موردش رو حداقل خیلی میبینم که افراد انجام میدن اینه که گرفتن گجت ها و تکنولوژی هایی هستش که شما بهش نیازی ندارین و براتون ضروری نیست. این مورد کجا زیاد مشخص میشه و کجا زیاد میبینیم؟ توی موبایل معمولا این موضوع زیاد هست، اینکه خیلی از افراد خیلی وقتا میان زیر بار قرض، فرقم نمیکنه برای چه مدلی. حالا خیلی وقتا این بحث هستش بین افرادی که طرفدار آیفون هستن و سامسونگ که این موضوع کاریه که افرادی که آیفون دارن انجام میدن، ولی خب این حقیقت نداره، این صرفا برای افرادی که آیفون دارن نیست، این ممکنه برای هر برند گوشی باشه. شما حتی بعضی وقتا نیازی که دارین برای یه گوشی مثلا 10 میلیون تومانیه، بعد میبینی که خب اون گوشی که 10 میلیون تومانی هم که دارین هیچ مشکلی نداره، ولی خب این حس نیاز رو براتون ایجاد میکنن این برندها و این شرکت‌های بزرگ، یعنی اصلا ریشه میکنه تو جامعه که این حس نیاز براتون ایجاد میشه که برین جدیدترین مدل یه چیزی رو بخرین، که خیلی وقتا اگه این هزینه رو خودتون باید پرداخت کنین و میبینین که اصلا به بودجهتون نمیخوره و اصلا جور در نمیاد. خدایی نکرده من حالا توی ویدیو دیگه در مورد این موضوع باید صحبت کنیم که خیلی وقتا شما وقتی هزینه هایی میکنین که به لایف استایلتون نمیخوره و تناسب نداره با درآمدتون، اتفاقی که میفته اینه که همیشه باید نگران باشین که اون دستگاه خراب نشه. این موضوع توی ماشین زیاد هست، توی گوشی زیاد هست. وقتی شما یه درآمد مشخصی دارین و هزینه‌ای که دارین میکنین به اون درآمد نمیخوره، این اتفاق میفته که تو اولین بحران مالی و اولین ضرری که براتون پیش میاد اینه که مثلا گوشی یه جاش خراب میشه یا ماشین یه جاش خراب میشه، کل برنامه‌ریزی مالیتون به هم میریزه و دچار یه بحران بزرگ میشین، چه لحاظ مالی چه لحاظ روحی روانی، که اگه با توجه به اون حالا لایف استایل و اون درآمدتون بخواید زندگی کنین، هم زندگی راحت تری دارین، هم آسایش بیشتری دارین، هم توی طولانی مدت لذت بیشتری از زندگی ببرین. این مورد هم قطعا هست. مورد 8 و مورد آخر هم داشتن عضویت پولی ماهیانه هستن که ممکنه داشته باشین. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. اگه سوالی داشتین حتما تو بخش کامنت ازم بپرسین و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.